امروز اومدم یکی از وحشتناکترین و خطرناکترین و واقعا استراتژی که جزء تاپ 10 ها هست رو بهتون آموزش بدم و این استراتژی فوق العاده است. یعنی هم سریع اتک میزنی، هم پرقدرت اتک میزنی و یه دفعه اصلا میبینی زمین حریفو شخم زدی. و خیلی سریع بریم سراغ این استراتژی و تنها چیزی که برای این استراتژی نیاز دارید لانچر جبهه است. و از خفن بودن این استراتژی همین اول بهتون بگم که دقیقه 28 شما میتونید اولین اتک و خطرناکترین اتکتون رو بزنید، چون میتونید اولین منابع حریفو همون اول بتره کنید. ولی خب شرایطی داره که الان بهتون میگم. شما پایگاه خودتون رو میسازید. وقتی که پایگاهتون ساخته شد پهبادیتون رو میسازید و منابعتون رو تا جایی که نگاه کنید، تا جایی که 1500 تا بمونه میچینید. این خیلی مهمه بچه‌ها، 1500 تا باید بمونه. حالا وقتی پهبادی شما ساخته شد، شما پول دارید که پایگاه زرهی بسازید. و وقتی پایگاه زرهیتون رو ساختید، یک لانچر رو میفرستید به این قسمتی که بهتون نشون دادم. حالا وقتی که بهتون پول داد، خیلی سریع شما بیل مکانیکی همون بولدوزر رو درست میکنید و خیلی سریع پایگاه زرهی رو همون لحظه میفروشید. این قسمت دقت کنید که اگه لانچرتون داره به سمتی میره که زمین وسط رو روشن میکنه، بیارید این قسمتی که بهتون نشون دادم. بولدوزری هم که ساخته بودید و به همین طریق کاراشو انجام بدید. حالا لانچر که راه خودش رو درست پیدا کرد، بیارید این قسمت تا بتونه چیزی رو شناسایی کنه. اگر چیزی رو شناسایی کرد که مثل منابع بود و جونش 300 یا کمتر بود و کلا چیزی بود غیر از فرودگاه غرب که 1200 جونش یا پایگاه که زیاد مهم نیست، اونها رو بزنید. فرودگاه‌هایی مثل چین و روسیه هم بود، این کار رو انجام بدید و بزنید. حالا این لانچری که شما فرستادی یه چیزی رو حداقل شناسایی می‌کنید دیگه، که اینجا فرودگاه روسیه رو شناسایی کرد که ما حملاتش رو انجام میدیم. بچه‌ها دقت کنید، هر ضربه‌ای که لانچر روسیه میزنه سعی کنید یکم بیارید جلوتر که هم بیشتر شناسایی کنه و بعد دوباره ضربه رو بزنید. بیل مکانیکی هم همین جایی که مشاهده کردید بیارید. سعی کنید یه جایی باشه که این بیل مکانیکی که میارید حریف نتونه اونو ببینه و همینجوری با لانچر ضربات خودتون رو بزنید و متوقف نکنید. حالا اگه دقت کرده باشید، ما تقریبا همون دقیقه 28 اولین حملهمون رو انجام دادیم و خب در ادامه چیکار میکنیم بچه؟ این بیل مکانیکی، حالا بولدوزر، هر چی بهش میگید که اووردید، سعی کنید بیارید یه گوشه موشه قرار بدید و وقتی بردید اونجا تقریبا لانچر اکثر چیزهایی که تو مپ هست رو شناسایی کرده و خب بیل مکانیکی که بردید اونجا یه پایگاه زرهی تمیز میسازید. پایگاه زرهی که ساختید اینجا دیگه بستگی به شرایط داره. اگه مثلا حریفتون هلی آورد یا پدافند زیاد ساخت، بستگی به خودتون داره چی میشه. اگه هلی آورد ضد هوایی درست میکنید، ولی اگه چیزی نیاورد همون لانچرها رو درست میکنید و 1 ثانیه فقط طول میکشه تا زمین حریف شخم زده بشه. اینجا رو حتما دقت کنید که بیل مکانیکی رو یه جا ثابت نذارید و حرکتش بدید و حرکت بدید جاهایی که مثلا پدافند نیست ببرید اونجا، یا پایگاه زرهی بسازید یا پهبادی بسازید. که آره من پهبادی ساختم چون روسیه پهبادها رو نمیزنه پدافنداش. به این موضوع حتما دقت داشته باشی که تو چنل تلگرام خیلی در این موضوع ها و در کانال بله هم در این باره خیلی صحبت کردم. درباره هر ویدیو جزئیات خیلی بیشتری تو اون قسمت و در اون کانال ها بهتون میگم. دوستان این بوده از استراتژی دیگه، بقیه‌اش به خلاقیت خودتون بستگی داره چه کارهایی انجام میدید چه کارهایی انجام نمیدید و آشنایی خودتون با ارتش ها. مثلا ارتش غرب اگه جلوتون افتاد و پایگاه زرهیتون رو تو مپتون ساختید، سعی کنید ضد هوایی رو بسازید، چون هلیکوپتری که میاره کمانچی واقعا قویه و نیاز به این هلی دارید. مات شکلتون و در آخر داشتنتون نداره. خوشگل، واو، جذاب، فتح مبارک الله.